قیمت آیفون 16 پرو مکس 512 گیگ توی ترکیه و جهان چقدره؟ اومدیم مرکز خرید زولو سنتر. خب وارد نمایندگی اپل استور توی زولو سنتر میشیم. اینم آیفون 16 پرو مکس. حالا 256 گیگش 100,000 لیره و 512 گیگش 110,000 لیره. اینجا 1 لیر کم داره. و حداقل حقوق ترکیه 22,000 لیره که با 5 ماه کار کردن میتونن این گوشی رو بخرن. الان من غزلم اینجا لندن، اومدم وستین. بریم اپل، بریم ببینیم که آیفون 16 پرو مکس 512 گیگ چنده. خب آیفون 16 پرو مکس 512 زده که 1200 و شما مینیمم ویج حقوق یک کارگر اگه 1800 تا در نظر بگیریم، یعنی شما تو کمتر از یک ماه تقریبا 2 هفته میتونید اینو بخرید. سلام، الهام هستم از چین. امروز اومدم اپل استور قیمت آیفون 16 رو با هم دیگه چک کنیم. اینجا برج شانگریلاست، یکی از بلندترین برج‌های شهری که من توش زندگی میکنم، یعنی شهر ایوو که حالا میخوام برم اپل استور. یک کارگر ساده بدون تجربه کاری توی چین از 12,000 یوان حقوقش شروع میشه. حالا این برای شهرهای بزرگه، شهرهای کوچیک‌تر از 6,000 تا شروع میشه. آیفون 512 گیگ 16 پرو مکس هم قیمتش 12,000 یوان، یعنی یک کارگر ساده تو شهر بزرگ با 1 ماه کار، تو شهرهای کوچیک‌تر با 2 ماه کار میتونه بخره. سلام، آرش هستم از دبی. خب من الان دبی مال اومدم، نمایندگی اپل. بریم ببینیم قیمت آیفون 16 پرو مکس 512 گیگ چقدر هستش. 5,949 درهم. حقوق یک فردی که توی امارات کار میکنه تو دبی هولوش 3,000 درهم هستش، یعنی با 2 ماه کار کردن میتونه این آیفون رو بخره. سلام بچه‌ها، من سانازم. امروز اومدیم مرکز خرید سالاریس. می‌خوایم ببینیم که قیمت آیفون 16 پرو مکس 512 گیگ چقدره. قصرمون هستش. می‌خوایم ببینیم که یک کارگر به حقوق کارگری بعد از چند ماه میتونه این گوشی رو بخره. این آیفون 16 پرو مکس 512 گیگ هستش که قیمتش تقریبا هست 210,000، یعنی یک کارگر بعد از 3 ماه میتونه اینو خریداری کنه. حقوق کارگر توی روسیه تقریبا 70,000 هستش. سلام، من شوان هستم. اینجا کشور اتریش، شهر وینه. میخوایم با هم دیگه بریم مدیا مارکت تا قیمت یک دستگاه آیفون 16 پرو مکس رو با هم دیگه ببینیم. یک دستگاه آیفون 16 پرو مکس با حافظه 512 گیگ قیمتش 1649 یورو هستش و مینیمم حقوق کارگر در اتریش ساعتی 10 یوروه. و شما اگر به صورت دانشجویی تو این کشور باشید 20 ساعت در هفته یا به عبارتی 80 ساعت در ماه اجازه کار دارید و اگر با ویزای کاری و غیره در اتریش ساکن باشید هفته‌ای 40 ساعت یا به عبارتی ماهی 160 ساعت اجازه کار دارید. یعنی شما با حقوق یک ماهتون میتونید این دستگاه رو خریداری بکنید. البته در اتریش شرایط خرید قسطی آیفون هم بسیار راحته و شما میتونید به راحتی این گوشی رو قسطی هم خریداری بکنید. امروز اومدیم پاساژ چارسو در ایران که ببینیم قیمت آیفون 16 پرو مکس 512 چند هستش. با ما همراه باشید. خب دوستان، ما پاساژ چارسو رو رفتیم، مغازه‌اشو گشتیم و پرسیدیم. از اونورم کنارش علایالدین هم رفتیم دیدیم. قیمت‌ها توی رنج 180 تا 185 بستگی به رنگ آیفون داشتش این قیمته، که این پول رو یک کارمند یا کارگر معمولی با حقوق وزارت کار باید حداقل اگر 9 تومن حقوق میگیره 20 ماه کار کنه، اگرم 15 تومن حقوق میگیره حداقل باید 12 ماه کار کنه تا بتونه این آیفون رو خریداری کنه.